با وجود گذشت قرنها هنوزم میشه توصیه‌های پزشکی و بهداشتی پزشکان و حکمای بزرگ ایرانی رو تو زندگی روزمره‌مون به کار ببندیم. ابن سینا به سالخوردگان توصیه کرده تو وعده‌های کوچیک و با فواصل کم غذا بخورن و وعده شامشون رو نزدیک به غروب بذارن. حموم رفتن با شکم سیر برای افراد سالمند خوب نیست و بهتر قبل غذا حموم برن. به گفته اسماعیل جرجانی پزشک نامدار قرن 56 مزاج دوره پیری سرد و خشکه. برای همین خوب سالمندان بعد حموم به خودشون روغن‌های مثل روغن سوسن بزنن تا رطوبت توی پوستشون بمونه. در ضمن بهتر عطرهای سرد نزنن و خوراکی‌های ترش هم نخورن. آب سرد، غذاهای تند و خشکی‌آور مثل ادویه و خوراکی‌های سوداآور مثل گوشت گاو برای سالخوردگان خوب نیست. به جاش میتونن سیر و زنجبیل بخورن. مصرف سبزیجاتی مثل کرفس یا کمی تره قبل از غذا هم براشون مفیده چون ملینه. تو فصل تابستون خوردن انجیر و آلو و تو زمستون انجیر خشک به مزاج سالمندان سازگاره. ماساژ، ورزش‌های سبک و پیاده روی به سلامت افراد مسن کمک میکنه، اما اگه عضوی از بدنشون مشکل داره باید احتیاط کنن. مثلا اگه سرگیجه دارن ورزش‌هایی رو که خم کردن سر لازم داره انجام ندن. دکتر عبدالله احمدی تو کتاب راز درمان نوشته سالخوردگان به خاطر کم شدن آب بدنشون بیشتر احتمال داره که یبوست بگیرن و پیشنهاد داده برای درمانش خاکشیر بنوشن. در نهایت یادتون باشه پیش از رعایت هر دستورالعمل خانگی حتما با پزشکی که از وضعیت سلامتتون آگاهه مشورت کنید.